اگر به تاریخ خلق تاجیک نظر اندازیم پس ایام میگردد که ملت ما برای رشد دولت و دولتداری همیشه راه وحدت را پیش گرفته است. در تاجیکستان صاحب استقلال به شرافت پیشوای ملت محترم امام علی رحمان صلح در انتظار پایدار گردید، به بسر و سامانه‌های حدود کشور و سرسانه‌های مردم تاجیک خاتمه بخشیده شد و تاجیکستان با قدم‌های استوار تکیه به وحدت ملی، یکدیگر فهمی، دوستی و یکدلی ساکنان کشور با ثبات به آینده درخشان پیش می‌رود. البته همین دستاوردها دگرگونی‌های کلی جامعه، آبادی و بنیادکاری‌ها و روحیه افتخاری مردم از دولت و ملت و سرور آینده سازش آسان به دست نآمده است. نسل نورس زادگان دوران استقلال البته همه این دشواری‌های پیش آمده را که پدران و بابایانشان برای آبادی و آزادی آنها پس سر کردند ندیدند، ولی نظر به تاریخ خلق خود ثابت می‌سازد که امروزیان باید به قدر وحدت، صلح و آسایش، دولت و دولتداری برسند و برای حفظ و گرامی داشت دستاوردهای استقلالیت از تلاش نمایند. توسط وحدت ملی امروز در جمهوری تاجیکستان پیشرفت، ثبات، آرامی تامین است. حقوق و آزادی‌های انسان و شهروند ارزش عالی اعتراف کرده شدند و از طرف دولت حمایه و کفالت داده می‌شوند. ما باید اهل جامعه مخصوصاً جوانان به قدر و منزلت صلح و آرامی برسیم و برای گل شکوفایی وطن عزیزمان خدمت نماییم. شهروندان جمهوری تاجیکستان مخصوصاً جوانان باید به قدر و منزلت وحدت ملی برسند و در چنین شرایط پرتضاد جهان معاصر در اطراف اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان حکومت کشور متحد باشند و برای حفظ مرز و بوم وطن همیشه آماده باشند. هر سال در تاجیکستان سنه 27 ایون همچون روز وحدت ملی تجلیل کرده می شود و این پیش از همه نشان ارزش‌گذاری به خدمت‌های فرزندان فرزانه خلق تاجیک که برای پایداری دولت و ملت جان‌نثاری‌ها کردند، کشورمان را از ورطه هلاکت، ملت را از نیست‌شوی و مردم را از سرسانی نگاه داشتند به حساب می رود. جوانان امروزه نباید از خاطر برآرند که وطن به هر یکی آنها چون محافظان مرز و بوم، آبادکاران و سازندگان آینده ملت نیاز و باوری دارد و وظیفه مقدس هر یک فرد تاجیکستان است که برابری رسیدن به قدر وحدت و گرامی داشت دستاوردهای آن دائما حس وطنداری و وطن پرستی را در خود تقویت بخشد، زیرا تنها در پناه وطن آسوده زیستن امکان پذیر است.